سلام، من آرمینم و این اولین کلیپ از چنل آرمین ویژنه. قرار ما امروز از شمال هلند شهر آفنهورن، جایی که من زندگی میکنم، سفر کنیم به شهر روتردام که یکی از بزرگترین بندرهای اروپا و یکی از جدیدترین هم هست. بعد از جنگ جهانی دوم کاملا نابود شد شهر روتردام و دوباره از نو ساخته شده. امروز قراره بریم اونجا و با هم جشن سال نو میلادی رو از نزدیک روی پل اراسموس روتردام ببینیم. قراره که با هم بریم توی مسیر با هم باشیم و همچنین روتردام رو بهتون نشون بدم. امیدوارم که از دیدن این کلیپ لذت ببرید و لایک و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. حرکت کردیم داریم میریم سمت روتردام. الان از مسیر اتوبان A7 از نورد هلند داریم به سمت زاوت هلند که همون جنوب هلند میشه میریم. گفتم حدودا 1 ساعت و 22 دقیقه وقت داریم. با توجه به اینکه جاده های هلند خیلی خوبه ولی توی روز ماکسیمم سرعتی که ما میتونیم بریم 100 تاست، نمیتونیم بیشتر از این بریم و اگر میریم جریمه سنگین میشیم. جریمه هایی که داره برای سرعت زیاد بودن بین 100 تا 150 یوروه و به ازای هر کیلومتری که بیشتر بری بیشتر جریمه میشیم. الان داریم میریم، همونطور که میبینید ساعت 3:49 دقیقه است به وقت هلند. هوای خوبیه، سرد شده ولی هنوز آفتاب داریم. البته تا 2-3 ساعت دیگه این فصل هلند آفتابش تا ساعت بودن 4:05 و روشنایی ما تا ساعت 5 داره. حالا داریم میریم سمت روتردام که این مسیر از جاده مراتب می‌بینیم. دارم که لذت ببرید. ما الان نزدیک آمستردامیم. حدوداً 10 دقیقه داریم تا آمستردام، ولی خود آمستردام رو نمیریم، از اتوبان کنارش رد میشیم میریم به سمت فرودگاه اسکیپول و بعد روتردام. همینطور که میبینید جاده ها 5 بانده است ولی ماکسیمم سرعتی که میتونیم بریم 100 است. شاید یکم خنده‌دار باشه، ایران اکثرا همه با سرعت بالا رانندگی میکنن ولی اینجا شما تا ساعت 7 شب نمیتونی بیشتر از 100 تا بریم. میتونی بریم ولی نمیشه. الان میخوایم یه تونل رو رد کنیم. این تونل از زیر آب رد شده. حالا توی فیلم نشون میبینیم.
داریم از بغل آمستردام رد میشیم. این منطقه‌ای که الان دارید میبینید جنوب آمستردام میشه. آمستردام یکی از شهرهای بزرگ هلنده، مرکز هم میشه یه جورایی. البته هلند دو تا پایتخت داره، پایتخت سیاسی و تفریحی یه جورایی. آمستردام پایتخت اون تفریحیش میشه. ولی خب خیلی ها پایتخت هلند رو به آمستردام میشناسن، ولی پایتخت سیاسی اصلیش دنهاخه. ما از بغل دنهاخ هم رد میشیم. خب ما الان اسکیپولیم، همونجور که میبینید یه هواپیما همین الان نشسته اینجا. سمت چپ ما میشه فرودگاه اسکیپول. خیلی جالبه که باند فرود هواپیما از روی اتوبان رد میشه. این پلی که میبینید باند فرود هواپیماست و هواپیمایی که فرود میان از روی پل رد میشن و میرن سمت حالا اون قسمت اصلی فرودگاه. متاسفانه شانس ما الان هواپیمایی نمیاد بشینه، چون واقعا قشنگه زمانی که هواپیما فرود بیاد دقیقا بغل ماشینا و اتوبان فرود بیاد. صحنه خیلی جالبیه. الان ما شانسمون نبود که دشمن نشون بدیم و سمت چپمون که می‌بینید فرودگاه اسکیپول، یکی از بزرگترین فرودگاه‌های اروپاست. خیلی جالبه. ما یه مسافر کوچیک هم داریم، پسرم خوش میشه که بکنم گوش نشید. ما رسیدیم روتردام. همونجور که میبینید هوا کاملا دیگه داره تاریک داره شده دیگه. به امید خدا فردا دوباره براتون فیلم میگیرم، رکورد میکنم. قرار بریم پل اراسموس و اونجا با هم دیگه سالن‌ها رو جشن بگیریم و اون آتش بازیشون رو ببینیم که مثل چهارشنبه سوری ماست، ولی خب خیلی سازماندهی شده و درست حسابی، چون اینجا فقط دولت اجازه داره که این کار رو انجام بده. البته بعضی هم انجام میدن و هزینه‌های خیلی سنگینی هم میکنن. مثلا توی هلند خیلی ها هستن که شاید تا 10,000 یورو هم هزینه میکنن برای آتش بازی، ولی خب هر جایی نمیتونی این کار رو انجام بدی و جایی که خود شهرداری ها و دولت تعیین کنه باید اونجا انجام. به امید خدا فردا میبینیمتون دوباره. خدا نگهدارتون برای امشب. ما برای اینکه مسیر خیلی ترافیک خیلی زیادی داره تا پل اراسموس میخوایم این قسمتی رو با مترو بریم. حالا متروهای هلند هم براتون میگیرم تا اون قسمتی که میخوایم برسیم برای جشن آتش‌بازی اونجا هم ببینیم. حالا با ما باشین توی طول این مسیر. داخل مترو هستیم. مترو امشب مجانیه برای همه. برای میریم به سمت قطارات سوار. الان اینجا که میبینید ایستگاه متروه، شاید یکم با متروهای ایران فرق کنه، ولی ما منتظریم که قطار بیاد که به این سمتی میریم.
این ور که این قطار وایساده، این مترو وایساده که داره به سمت مخالف رو میره، ولی ما میخوایم به سمت مرکز شهر سنترال و پل راسموس که این وری میره. ما همراه باشیم. خب ما الان سوار مترو شدیم، داریم میریم سمت مرکز شهر روتردام و پل راسموس. الان خیلی خلوته، پیشگی نیستون همه رفتن تا اونجا. با تمام مسیرهای که با ماشین میشد بریم رو چک کردیم، دیدیم همه ترافیک داشتن و تنها راهی که میتونستیم خیلی خوب بریم با مترو بود. ما همراه باشیم تو دیوایسی. رسیدیم پل راسموس. اینجا پل راسموسه و همینطور که می‌بینید ساختمان‌های بزرگی که توی روتردام ساختن. ببینیم که بریم یه جایی وایسیم که بتونیم خیلی قشنگ‌تر شب سال نو رو بهتون نشون بدیم و هیچ بازی که انجام بدیم. تحویل 2025 میشه و ما بور پل راسموسیم. خایمه رو با هم دیگه میبینیم. شاید بهتون نرسه ولی خیلی حال داشت. امید دایوهای رکوردهای دیگه از جاهای دیگه بودن.